کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 23 اپریل سال 2024 ساعت 13:30 هنگام چهارواچرانی در چراگاه کویی یک ساکن 17 ساله دهه سبزور نویه شهرستان ولایت سوخت بر اثر رعد و برق در جای حادثه جان باخته است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید باران ساکنان را از خطر رعد و برق آگاه کرده بود. 2 روز پیش از احتمال باران و رعد و برق آگاهی داده و از ساکنان خواسته بود که در این 2 روزها از رفتن به صحرا و دشت و دامنکوها به غنچین ایزم و گیاه، ماه داری و از چهارواچرانی خودداری کنند. متاسفانه نه همه به توصیه‌ها و هشدارها گوش میدهند و بعضا این گونه حادثه‌ها باعث فاجعه میشوند. گفته میشود در اطلاعیه این یاد گفته است که از روز 25 اپریل بر اثر آبشوی پیریخ‌ها اومدن سیل‌ها پیش بینی شده از 26 تا 28 اپریل سال 2024 باشد هوای نامساعد در نظر داشته شده است و در منطقه‌های کویی و نزد کویی باران‌های پرشدت باریده. در بلندی 2500 متر این باران‌ها می‌توانند به برف مبدل گردند. از 26 تا 28 اپریل سال روان خطر آمدن سیل‌ها در یک قطار نویه‌های تابع جمهوری، ولایت‌های ختلان، سوخت و ولایت مختار کوهستان بدخشان وجود دارد. همچنین بالاروی سطح آب در دریاهای یوغسو، قزلسو و دریاهایی که از قطارکوه‌های ایثار جاری می‌شوند از احتمال دور نیست. باران‌های پرشدت می‌تواند باعث ملایم شدن خاک و حرکت آن در منطقه‌های کوهی و نزد کوهی شود. این حتی می‌تواند باعث لغزش ترمه یرچ، ریزش سنگ و آمدن سیل گردد. در این رابطه کمیته به ساکنان این ناحیه‌ها توصیه می‌دهد که در این روزها به غنچین ایزم، شکار و ماهیداری نروند. همچنین توصیه می‌شود که در این روزها در این منطقه‌های نزد کوهی و کویی چهارواچرانی مصلحت نیست. رانندگان هنگام سفر با راه‌های کوهی بیشتر احتیاط کنید. قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت کنند. کمیته از شهروندان با احترام خواهش می‌کند که در حال پیش آمدن حالت فوق‌العاده با یاری تلفن‌های 93 880 2819 223 1311 به یاری دعوت کنند.